آیا شیطان زن و فرزند دارد؟ در سوره اعراف خدای تعالی درباره آن که ابلیس برای مؤمنان چه مانعها میگذارد گفته است: ابلیس قسم میخورد که برای آن که لطف و مرحمت خدای تعالی را از دست داده ام تمام کوشش را به خرج خواهم داد تا آدمان را از راه نشان داده شریعت دور سازم و فرزندان آدم از جانب من فاسد شوند. برای این من از طرف راست به آنها نزدیک می شوم، به چپ می روم، در پیش آنها می ایستم یا از پس آنها پیدا می شوم. در میان آنها بسیاری از آنها را نخواهی یافت که از تو راضی شده باشند و تو را شکر گویند. عالمان در این عقیده‌اند گفته های شیطان لعین که وقتی با مؤمنان روبرو خواهد شد معنای آن را دارد که درباره واقعه های روز قیامت به ذهن و قلب انسان های عادی کفر و گمراهی وارد کردن است. و هنگامی که شیطان از پس پیدا می شود در دل آدمان لذت دنیا و زندگی را به وجود می آورد و اندیشه آخرت را دور می کند. از طرف راست پیدا شدن کارهای نیک آدمان را ستایش می کند تا آن درجه که آدمان ریا می کنند و از تمام پاداش های خداوند متعال محروم می شوند. و نهایت ابلیس که به طرف چپ می رود مردم را به گناه وادار می سازد و چگونه شیرین بودن آن را نشان می دهد. علاوه بر این در ادبیات دینی از جمله در کتاب تفسیر تسخیل البیان درباره به اصطلاح قبیله ابلیس یا فرزندان ابلیس‌ها سخن می رود. این چی معنا دارد؟ بیایید کوشش میکنیم که آن را فهمیم. وقتی که الله تعالی ابلیس را از رحمت خود محروم کرد در طرف چپ او زنش را با نام عوانه آفرید. از آن وقت این جانب آنها صاحب فرزندان بسیار شدند. یکی از اولاد ابلیس مره نام دارد، بنابراین ابلیس را اکثرا ابوالمره می نامند. اولاد دیگرش لاتیس یا اینکه لافیس نام دارد که وظیفه اساسیش از طهارت دور کردن آدمان بود. پسر دیگر ابلیس لیخان نام دارد. او می بایست مردم را از نماز پریشان کند. پس از آن فرزند دیگرش اسوک که همه کار را کرد تا مردم را در باطلاق دروغ تاند. هدف تیله دادن و فساد را نسل دیگرش دارد که نامش بگور می باشد. میودخاش که اولاد نوبتی ابلیس می باشد و ایجاد اختلاف و جنجال میان عالمان مشغول بود. پسر دیگر ابلیس با نام داسیم کوشش می کند که آدمان هنگام دلخواه کار را کردن واژه بسم الله را تلفظ نکنند. او با آنهایی که این کلام مقدس را به زبان نمی آورند و با آنها خوراک می خورند در سر دسترخوان می نشیند و آنها هم کار می کند. شیطان لعین و نسل او در همه جا و در همه جاست و هدف اصلی این است که آدمان را از نیکی دور سازند و از پاداش نیکی ها محروم سازد. گناهکاران را به ورطه تیله دهند. آنچه حلال و فرض است ما را دور سازد و از ایمان محروم کند و با این حال ما ابدی در کام آتش مهر زده شویم. خدا تمام مؤمنان را از شر شیطان لعین و نسل‌های او نگاه دارد. برادران و خواهران گرامی، از شما خواهش میکنیم که نوار ما را لایک گذارید تا که باعث پهن گشتن آن شود و شما هم در ثواب شریک باشید. تشکر زیاد به دقتتان.